سلام بچه، امروز اومدیم با یه دیت ناشناس. یه نفر اوور پرده که ما نمیدونیم کیه و قراره یکی از ما پنجتا رو انتخاب کنه. دونه دونه معرفی می‌کنیم. سلام، من علی پرشین روز هستم، مجردم، 26 سالمه. وای سنتو که نباید بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر اکساید هستم، 24 ساله، از کرج. میگم سنتون رو نگید. مای گاد. سلام دوستان، محمد هستم. سنم بگم خانم محترم؟ ازت خوش آمد. 20 سالمه. جون. سلام، رضا، متولد سال 1377. باید رضا منو به چالش انداختی برای سنه. از پسرهای چالنجی خوشم میاد. علیستوری هستم، یوتیوبر. من شنیدم ادیتوری ولی عالی بود. نمیشناسم، ما از صدات معلومه. من یه مدت ادیتور بودم، البته الان هستم. ایتون کی بودی بگو؟ یه تایمی هم ادیتور پرشین روز بودیم. از وقتی که ولش کردم چنلش افت کرد. بذارید مصاحبه سریع قبول باشه. داره. تو یک ادیتوری بده نفر بعدی. شما خودتون معرفی نمی‌کنید؟ سلام، من ایسترگم. زیاد راجع به خودم اکسپلین نمی‌کنم بیکاز میخوام ببینم که شما بر حسب تایپ شخصیتیم چجوری میتونید با من آشنا شید. بچه‌ها میخواستم بپرسم راجع به حرفه کاریتون بجز اون ادیتوره و اینکه بگید که من دامپزشکم. لطفاً آدمای دورتو درمان کن. قوی گفت. من کاسبم. البته اون کاسب نه. خیلی دقیق بگم کاسب چیه؟ بله، بیزینسی مثلا. خیلی سریه. میشه نگم؟ وای میسیم تا سریش برم. من میوه میفروشم بغل خیابون. من چند کارم، میتونم هم تضمینت کنم هم تأمینت. تو نایسر دایسر پلاس منی. منم که دیگه مشخص الان کجایی، تو چنل کی؟ یوتیوبرم. بله مرسی. شغلای اوکی دارید؟ یعنی من جوری نیستم که بگم واو این مثلا این شغل داره اوکی سو با هم بریم توی رابطه. من شغلی باید داشته باشیم که بگی واو. ادیتور نباشید فقط. ممنونم. بقیه شغلاتون رو همشون باشون اوکی هستم. من مینی چت کار میکنم، میرم به دخترم میرینم ویو چه کانتنت خلاق. خط قرمزاتون رو به من بگید. من خط قرمزم اینه که ویدیوام فان نباشه. مثل همین ویدیو. من خط قرمزم اینه که هیچ خط قرمزی نداره. پسرای هیجانی جذاب از اینا که با هم بریم با هم دازی کنیم. ما خیلی دوست من خط قرمزم با ناز و عشق حرف زدنه. مثلا به خودت نگاه کن دیگه. من خط قرمزم اینه که وقتی میگم نشینی رو صورتم. آب چیه داره میریزه؟ آب من. خط قرمز از این گدای محبتانه باشه. پیچ میا نباشه. آره، مثل خودت. سوال بعدی. اوکی. به نظرتون حالا یه چیز خیلی کلیشه‌ای دونگ اول کافه رو لایک کی باید بده؟ میدونید؟ به نظر من اصلا دیت اول نباید توی کافه برگزار بشه. تو تخت خواب. دقیقاً. اوکی. از کجا میفهمه دست منه؟ دیت اول باید فرار کنید از کافه. حساب نکنید. اوکی، از این پسرای شیطون لایک. به نظر من دیت اول باید پسر حساب کنه که هیچ، یه عالمه کادو هم باید بگیره. پای من خب نفر بعد. به نظرم دیت حالا اصلا کافه نباید بری، باید بری مثلا دیزی یا فلافل سلف سرویس اینا باید بخوری. کی حساب کنه؟ اونو کجا باید برم؟ علی میشه نظرتون راجع به آب و هوا هم بگو در جواب سوال من. خب نه، به نظر من دختر باید حساب کنه، نه پسر. من خودم اینجوری هم که نه اوکی ببخشید بگو. دیت اول پسر حساب بکنه دیگه، چون چیز خاصی هم قرار نمیخورن. یه قرار نمیتونن شام بخورن، این نهار بخورن. کافه دیگه یه قهوه چیزیه. اوکی. من با جوابایی که گرفتم نظرم نزدیک به آقای ببخشید اسمتون چی بود؟ آخرینه؟ اگزایت. کاسخان آخری. من؟ آره من. آلیستوری. بله نظرم با ایشون بود چون از ته دلش داشت میگفت، ولی امیر اکسایت داشت رسما خایمالی میکرد. ببین منی که ندارم داشت میمالید، اگه داشتم چیکار می‌کردم؟ کت پرسنی یا دایک پرسن؟ من که خودم میو. فقط گربه عالیه. میو.
گنگ فوراور. هیچ کدوم، فقط کبوتر. خیلی پرنده دوست دارم. پا من سگ کوچولو دوست دارم، سگ گنده نه، کوچیک باشه، از این مینیاتوری. منم دوست دارم. من هر چی تو دوستش باشی دوست دارم. بازم خایمالی کردم. اینو من با آقایی که گفت نیو فکر کنم اسمشون رضا باشه، یکم میستری هستن، سنشون رو پیچوندن گفتن 1370. اون لحظه واقعا عرق کردم. خیلی دوست داشتم جوابشون و منم بازم بهش میگم شما اوکی با اینکه پارتنرتون دوست صمیمی پسر داشته باشه؟ تنفر برای ویدیو لازم. من ترجیح میدم که پارتنر من کسی رو توی زندگیش بجز من اصلا نداشته باشه، یعنی حتی با پدر مادرش هم باید ارتباطش رو قطع کنه. من هوا اینجا یکم گرم شد. او مای گاد. سریع بگم نتونی بگی گفت به نظر من خودم باید براش دوست صمیمی پسرش باشم، در کنارش زید. ما آمدم زید بازیه. من میخوام تغییر استراتژی بدم. یعنی خواهی من دیگه وقتی یکی پارتنر من حساب میشه عین موبایل من حساب میشه. تو فقط مال منی، میفهمی؟ من پارتنرم باید مثل ادیتورم باشه که منو ول نکنه بره و یه ادیتوری که همیشه با هم باشه. من با محمد هم نظرم. پارتنرت باید دوست صمیمی پسرت باشه. یعنی تو اگه پارتنر داری دوست صمیمی پسرم داری که دیگه ریده‌ای. پس معتقدی که ریدی. اوکی. خیلی هم به اعتقاد دارم که دوست صمیمی پسر شکارچی صبوره. خیلی کم پیدا میشه مثلا پسری که دوستت باشه. لطفا علی سوری رو به یه بلایند دیت واقعی دعوت کنید. اسمم خیلی حرفای گفتن داره. با نظر دو نفر موافقم، آقای و آقای که داشت زیاد حرف میزدین آخر، ولی چون نفر دوم زیاد حرف زد همون نفر اول. بریم سوال بعدی. ظاهرا ما حدس بزنیم وای جای جذاب ویدیو. ببین طبق اشوه هایی که توی صداتون هست حدس میزنم که وزنتون بالای 100 کیلوگرم باشه. what the fuck دوست نداشتم. موهاتون باید آبی باشه. RGB. به ناخوناتون هم خیلی میرسید. آره. چون صورتتون اونقدر خوشگل نیست، اینا رو زیاد روش کار میکنید. یکی این که به نظرم یه کارتک بندایی بیاری بکشی رو صورتت ملات بلند میشه. خب پس you like من very orange دارم. اوکی. قبقب داری مطمئنم، یعنی زاویه فک 0. میوینکو. هیچ اینجا قلمبه زده بیرون به نظرم. بعد یه جورابه طرح LGBT اومده رو شلواره. حداقل یه جامو پس دوست داری. اوکی. نه دوست ندارم. هلو کیتی هم هستی دیگه به نظرم. ممکنه تو اسل الان یه هلو کیتی هم باشه. طورا که من از لیستم خط میزنم، ولی بیا یه میو با هم بکنیم. میو. قدت بالای 170. اوکی. بدن توپاری داری. موهات تا زیر باسنته. اوکی. به نظرم سیبیلات خیلی کم پشته، موات فره. خب توش پیتزا درست کن. به نظرم وزنت هم 170 باید باشه به بالا، یعنی قدت وزنت بیشتر. بینیت هم که عملی. یک اصلا ندارم هیچی، میدونی خیلی کوچیکه. من اسم میکنم که از اینایی که دارک استایلن و نمیدونم از این قلادام میندازن و وای داری نزدیک میشی از این چیزایی که سفید مشکیه. داری بعد چاک سینه‌شون هم معلومه با تاپ دامن میپوشن تا من مشکیا رو. آره. جورابشون تا زانوش اومده. خط چشمشون هم آزادراه تهران کرجه. من سینم چاک نیست، ولی برای تو سینمو چاک میدم. فلت خودتی. غذا سفارش دادیم بره هم دیگه. آره غذا سفارش دادیم بره هم دیگه بریم. پس غذا هم سفارش دادی؟ غذایی که برات سفارش دادیم چطوریه؟ چی سفارش دادم؟ 8 با هم انتخاب کردیم غذا دو. بذار بخورم هنوز. من روزم پاک میشه. خیلی خوشمزه است. ممنون. بزرگترین ترس زندگیتون چیه؟ اینکه تهش که قراره یکیمون انتخاب کنی من باشم واقعا بزرگترین ترس زندگیمه. اوکی. من که بزرگترین ترس‌های زندگیم اینه که قبل از اینکه این ویدیو رو بگیم یه ویدیو دیگه ضبط کردیم و اون بیاد بیرون. واقعا فوش. ترس زندگیت با من یکیه. فکر کنم
ترس زندگی مشترکمون رو پیدا کردیم. من ترسم این که قبل از تو بمیرم. چقدر خایمان. ما بزرگترین ترس زندگی موقعی که میخوام هم دیگه ببینیم و قیافه قراره ببینم. اگه خوب بودم نه دیگه اگه خوب بودی که ترسم نبود. من بزرگترین ترسم اینه که با تو تنهاشم اینجا. میتونید سرنما حدس بزنید. 14 ساله‌ای بیبی گوریل. بیبی چی؟ بیبی گوریل. سن 24 افکار 14. با توجه به اینکه تو این برنامه داری دنبال دوست پسر میگردی و نتیجه میگیریم که تا 26 سالگی هیچ موفقیتی تو زندگی نداشتی که اینجایی. پس در نتیجه ترشیدی الان. پس فکر کنم 32 سالت باید باشه. ریدی به هم ولی من اینو دوست داشتم. نظر من تو یه 18 ساله هاتی. من که نمیبینم خدایا. اگه زیر 18 من واقعا دوستت دارم. یوتیوب پاک میکنه این. همه رو گفتم بجز آقای خایمال. یه بارم با آقای خایمال اوکی هم زی. خایمال چی گفت؟ من گفتم شما یه 18 ساله هاتی. تو غیرت نداری جلو مرد غریبه به من میگه هات؟ نه. به شخصیت هم از 1 تا 10 چند؟ 0. گو خوردی. نمیشه بازش عدد صحیح باشه که بتونیم منفی هم بدیم. ریاضت قویه. میخواستی بگی تحصیلاتت بالاتر از مقطع ابتداییه؟ من کمترین عددی که ممکن باشه. من چون از آدمای خیلی بی شخصیت خوشم میاد. من قراره دونه دونه بهتون امتیاز بدم. اوکی من خیلی از پسری خوشم میاد که لایک میدونید بهم برینن بیشتر و متنفرم از پسری که بهم اهمیت میدن. Like what؟ یعنی چیه؟ تو میخوای به من اهمیت بدی؟ اوکی اگه تو داری به من اهمیت میدی ممکنه یه پسر دیگه هم بهم اهمیت بده. من کسی میخوام که بهم برینه. I like brown. اوکی خایمان رفت بهت اهمیت نداد. خواست بگه که مثلا من بهت اهمیت آره. نمیدم. آها مال گو خوری من که نمیبینمت کس خال باشه. به آقای میستری like 7 میدم از 10 because بفرمایید شما هم همینجوری باشون برخورد شدم. به آقای که یوتیوبر بودن اوکی مثل فرباد به 6 میدم و به آقایی که خیلی میخواستن سیگما باشن کاسب کدومی؟ افشار؟ آره کاسب حرف بزن. حرف بزنم بفرما. به شما like 2 میدم اوکی that's enough. به آقای خاین اسمتون میتونم بدونم؟ Excite you are in my sex site. کل مصاحبه رو دیدم بهت ولی بهت 10 میدم. به ادیتور؟ به ادیتور هرچی دوست داره تو ادیت برای خودش در ندیدیمت. هاتی فهمیدید من گرم نیستم. تنها کسی که برد کرد تو بودی که به 2 دادم. اوکی بعد تو که باختی اینجا